آرنا سعید در حالت نشأه و خوشگذرانی و دفاع از حقوق زنان. هدف ساختن نهادی برای دفاع از حقوق زنان در امریکا از آرنا سعید چی می باشد؟ آرنا سعید در ترکیه مصروف چه کاروباری است؟ ادامه ویدیو را با ما همراه باشید و برای حمایت از ما علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگری ما نیز آگاه شوید. آرنا سعید هنرمند خوش صدا، محبوب، نام‌آشنا و یکی از چهره‌های شناخته شده در صنعت موسیقی افغانستان است که از شهرت و محبوبیت خاصی در میان هنرمندان افغان برخوردار می باشد. آرنا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندان و طرفدارانش کسب کرده است. وی در کشور ترکیه زندگی می کند و در آنجا دوباره خواسته برندی از لباسهایش را افتتاح کند. هرچند آرنا سعید کارهای هنری خود را در سر جهان انجام می دهد و چند ماه قبل به امریکا رفته بود و در آنجا نهادی برای دفاع از حقوق زنان ساخته است. آرنا سعید همیشه در برنامه‌های مختلف سیاسی در سر جهان اشتراک می کند. وی اولین دختر خانمی افغان بود که توانست در پارلمان اروپا برود و در آنجا آهنگ اجرا کند. جدیداً آرنا سعید با شبنم ثریا تصاویرش در صفحات مجازی درج کرده است که کاملا در حالت نشأه و خوشگذرانی می باشد. ولی این کار آرنا سعید که وی خواسته دفاع از حقوق زنان کند آیا حقیقت دارد و یا هم خیر و یا مانند هزاران افغان دیگر خواسته نامش در صفحات مجازی شهره شود؟ دوستان عزیز، شما هم نظراتتان را در بخش کامنت بنویسین و برای حمایت از ما علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگری ما نیز آگاه شوید.